دوستان من چند رج بافتم؟ 1 2 3 4 5 6 رج ششم که اضاف داشتیم. خب از رج هفتم دیگه اضاف نداریم، یعنی بین هر ذرتی 2 تا بافته شده، 2 تا ذرتی. ببینید این رج هشتمه، اینجا بین 2 ذرتی 2 تا ذرتی، بین دو ذرتی 2 تا ذرتی، به همین ترتیب تا آخر رج. خب 1 2 3 4 5 6 7 خب 7 8 9 10 11. من 11 تا رج بافتم. وقتی قطر دایرمون به 17 تا 16 سانت رسید ما دیگه اضاف نداریم، یعنی دیگه همون رج هفتم به بعد ما اضاف نداشتیم. من 5 رج بافتم. خب برای این رج با پای بست میکنم رجو و پای بست میزنم. میرم بین ذرتی. خب این رج رو پای کوتاه میبافیم. خب پای کوتاه میدازیم، پای کوتاه قلاب و وارد بین ذرتی میکنم، یه نخ میگیرم، از 2 تا رد میکنم. خب بین ذرتی ها پای کوتاه میبافیم. ببینید قلاب از بین ذرتی ها رد میکنم، یه نخ میگیرم، یه نخ میندازم با قلاب، یکی میکنم.